میدونستین یه روستایی با حال و هوای سوئیس که ورود هر گونه وسیله نقلیه بهش ممنوعه توی تهرون خودمونه؟ یعنی پرزام. تو فاصله حدود 25 کیلومتری شمال شرق تهران یه روستای آباد و شدیداً سرسبزی هست به اسم ایگل. جمعیت این بهشت گم شده ایگل توی تابستونا نهایت 800 نفره و زمستونا نهایت 200 نفر ساکنشن، چون سرماش در حد قطبه. واسه رفتن به دل این طبیعت زیبا و روستایی که عین روز اولشه و هنوز دست نخورده، فکر این آهن‌قراضه های چهارچرخ از سرتون بیرون کنین، چون طبیعتش جون داره و راهی برای ماشین نداره. میتونید حوالی روستا پارک کنید و از نظر امنیت هم خیالتون تخت باشه. ایگل یه آبشار قشنگم داره که میگن آبش مرده رو زنده میکنه، بس که تمیز و زلاله. به دلیل ارتفاع و کوهستانی بودن منطقه هم پیشنهاد میشه اوایل بهار یا توی تابستون بزنید به دل این بهشت. این روستا تامین کننده یه بخشی از میوه تابستونی تهران هم هست که به نظرم هر جور شده باید بریم. اینم بگم که مردم روستا دست و دل بازن، نیازی نیست به درخت مردم آویزون شید، کافیه اجازه بگیرید و تمام.